تا حالا شده وسط یه کار خیلی مهم یهو ببینید شارژ گوشیتون داره با آخرش میرسه؟ آره، فکر کنم هممون این حس بد رو تجربه کردیم. ولی اگه بهتون بگم که راه حلش شاید خیلی ساده‌تر از چیزی باشه که فکر می‌کنید چی؟ و ببینید این اصلاً اغراق نیستا. کلید ماجرا نه توی اون اپلیکیشن‌های عجیب و غریب برای بهینه‌سازی باتریه، نه تو خریدن پاوربانک‌های سنگینه. نه، کلیدش دقیقاً توی یکی از ساده‌ترین عادت‌های روزمره‌مونه. این که اصلاً کی و چطوری گوشی رو به شارژر وصل می‌کنیم. بله، کاملا درست شنیدید. همون عادت همیشگیمون که شب تا صبح گوشی رو میزنیم به شارژ، همون قاتل پنهان باتری دستگاه ماست. آروم و بی صدا داره بهش آسیب میزنه. خب، حالا سوال اینه که اصلاً چرا اینجوری میشه؟ ببینید، باتریای لیتیوم ایونی یه جورای خیلی شبیه خود ما آدما هستن. همونطور که ما از گرمای زیاد یا فشار کاری بیش از حد بیزاریم، باتری ها هم دقیقاً دو تا دشمن قسم خورده دارن. یکی گرما و اون یکی استرس. استرس حرارتی که خب اسمش روشه، گرما. وقتی باتری داغ میکنه انگار دارید مجبورش میکنید روی دور تند بدوه و خب معلومه که زودتر از پا در میاد. اما استرس الکتریکی چیه؟ اون زمانی اتفاق میفته که باتری رو تا ته، یعنی 100% شارژ میکنیم، یا برعکس میذاریم کاملا خالی بشه. فکر کنید یک کش رو گرفتید و تا آخرین حد ممکن میکشیدش. چی میشه؟ به مرور زمان ضعیف و شل میشه دیگه. داستان باتری هم دقیقاً همینه. فقط یه لحظه به کارهای روزمره‌مون فکر کنید. گوشی رو میذاریم روی داشبورد ماشین زیر آفتاب ظهر، یا چون عجله داریم سری میریم سراغ فست چارجر، یا بدتر از همه همون موقع که گوشی تو شارژه شروع میکنیم به بازی کردن. همه این کارا یعنی داریم باتری رو به معنای واقعی کلمه کباب میکنیم. دماشو میبریم بالای 35 درجه سانتیگراد و این یعنی آسیب جدی. ببینید، باتری ها یه چیزی دارن به اسم منطقه آسایش. این منطقه طلایی بین 20 تا 80%. هر وقت شارژ از 20% کمتر میشه یا از 80% بالاتر میره، باتری از منطقه امنش خارج میشه و بیشترین فشار و استرس رو تحمل میکنه. اونجاست که روند فرسودگیش سرعت میگیره. خیلی خوب، تا اینجا فهمیدیم مشکل از کجاست. حالا بریم سراغ راه حل ها. خبر خوب اینه که لازم نیست کار خیلی سختی انجام بدید. فقط با رعایت چند تا قانون خیلی ساده میتونید عمر باتری گوشیتون رو به شکل چشمگیری افزایش بدید. اگه قراره فقط یه نکته از این بحث یادتون بمونه، لطفاً این باشه: قانون 2080. این قانون راز اصلی یه باتری سالم و با عمر طولانیه. سعی کنید همیشه شارژ گوشیتون رو توی همین محدوده نگه دارید. پس کف این محدوده 20%. تا جایی که میتونید نذارید شارژ گوشیتون از این پایین‌تر بیاد. وقتی باتری کاملا خالی میشه، مثل اینه که یه دونده رو بدون آب بفرستید وسط یه ماراتون نفسگیر. فشار وحشتناکی بهش وارد میشه و سقفش هم 80%. حالا شاید بپرسید چرا 100 نه؟ چون برای شارژ کردن اون 20% آخر از 80 تا 100 گوشی مجبور میشه ولتاژ رو ببره بالا. ولتاژ بالاتر هم یعنی استرس و گرمای بیشتر. دقیقاً مثل اینه که بخواید آخرین تیکه لباسا رو به زور توی چمدون پرجا بدید. باید فشار بدید، چمدون اذیت میشه و خب این اصلا برای باتری خوب نیست. این رو هم بدونید که همه روش‌های شارژ مثل هم ساخته نشدن. شارژ آهسته با کابل بهترین دوست باتری شماست. چرا؟ چون کمترین گرما رو تولید میکنه. شارژ سریع یا همون فست شارژ خب کار را بندازه، ولی هزینه‌اش تولید گرمای بیشتره. و اما شارژ بیسیم با اینکه خیلی راحت و جذابه، ولی از نظر بازدهی از همه ضعیف‌تره و بیشترین گرما رو تولید میکنه. پس در بلند مدت راستش رو بخواید بدترین گزینه برای سلامت باتریه. یه ذهنیت خوب اینه: به جای اینکه شب تا صبح برای باتریتون یه مهمونی مفصل 8 ساعته بگیرید، در طول روز بهش میان وعده‌های کوتاه بدید. یعنی چند بار شارژ کوتاه خیلی بهتر از یک بار شارژ کامل و طولانیه. و یه نکته حرفه‌ای دیگه، موقع شارژ قاب گوشی رو در بیارید. این قاب مثل یه پالتو عمل میکنه که جلوی خنک شدن باتری رو میگیره. درش بیارید که باتری نفس بکشه. خب تا اینجا کلی قانون و نکته گفتیم. شاید بگید یادم میره اینا رو رعایت کنم، ولی حالا میرسیم به بخش واقعاً هیجان انگیز ماجرا. خبر عالی اینه که شما مجبور نیستید همه اینها رو خودتون دستی انجام بدید، چون گوشی شما خیلی باهوشتر از چیزیه که فکرش رو میکنید. گوشی‌های هوشمند امروزی فرقی نمی‌کنه اپل باشه یا اندروید، یه سری قابلیت‌های هوشمند دارن که کارشون دقیقاً همینه: مدیریت سلامت باتری.
این سیستم ها به مرور زمان الگوهای استفاده شما رو یاد میگیرن. مثلا میفهمن شما معمولاً ساعت 7 صبح بیدار میشید و بر اساس همین اطلاعات فرایند شارژ رو بهینه‌سازی میکنن. فعال کردنش هم فوق‌العاده ساده است. وقتی این قابلیت رو روشن می‌کنین، گوشیتون دقیقاً همون کاری رو می‌کنه که ما گفتیم. یعنی در طول شب شارژ رو توی همون محدوده امن 80% نگاه می‌داره، بعد درست یکم قبل از اینکه از خواب بیدار بشید، اون 20% آخر رو شارژ می‌کنه تا وقتی بیدار میشید گوشیتون 100% شارژ باشه. با این کار هوشمندانه، باتری ساعت‌ها زیر استرس شارژ کامل نمیمونه. و حتی یه قدم فراتر هم رفتیم. بعضی از گوشی‌های جدیدتر مثل آیفون 15 یه گزینه دارن به اسم محدودیت 80%. این دیگه ته ماجراست. با فعال کردنش گوشی به هیچ وجه اجازه نمیده شارژ از 80% بالاتر بره. اگه واقعاً طول عمر حداکثری باتری براتون اولویت اوله، این بهترین گزینه‌ایه که میتونید انتخاب کنید. خیلی خوب، بحث طولانی شد. بیایید همه چیز رو یه جنبندی سریع بکنیم و چند تا نکته کلیدی که باید یادتون بمونه رو با هم مرور کنیم. میدونم اطلاعات زیاد بود، ولی اگه بخوایم کل ماجرا رو توی 3 تا قانون خلاصه کنیم اینها میشن. اول، توی همون منطقه آسایش 20 تا 80% بمونید. دوم، به هر قیمتی شده از داغ شدن باتری جلوگیری کنید. و سوم، حتما از قابلیت شارژ بهینه گوشیتون استفاده کنید. باور کنید همین 3 تا کار ساده بیشترین تأثیر رو روی عمر باتری شما میذارن. و در آخر یه سوال از خود شما دارم. قرار نیست از فردا همه چیز رو عوض کنید. فقط یه عادت کوچیک رو انتخاب کنید. کدوم یکی رو امروز تغییر میدید؟ شاید از امشب قاب گوشی رو موقع شارژ در بیارید، یا همین الان برید و گزینه شارژ بهینه رو فعال کنید. همین قدم کوچیک بزرگترین لطف در حق باتری گوشیتونه و باعث میشه خیلی بیشتر براتون کار کنه.